به خاطر باید مخالفا یکجا شوند. 10 سال شد گپ زنی هم باور کنی شرم میکنی، بروی دیگر گپ زنی همین نوار کنی آدم از شرم میکنه. خط فوش درست میگی. از همه برادرایی که مخالف هستند که خود را مخالف میشمارند بیاین یک جای شوند یا دعوت کنند یک روز بروین افیرشون برویم صحبت کنیم، یگان پیشروی ما بینیم که این خیلی نمیشود. بله بعد اگر اینجا نمیدونم چند نفر ما و شما گوش کردستان، من از همه هموطنان ما خواهش میکنم که در حق من دعاگو بشن. من حاضر همان امتحانات وزنین برسیدگی هستم. انشاءالله امید دارم که همه برطرف میشود. خب برطرف که نشد، اگر یکی من پیدا نشدم و دیگر صحبت نکردم، خسته نباشتم، غمگینم نباشتم. انشاءالله رحمان تمام برادرایی که همدیگر را احترام میکنه، از همتون خواهش میکنم وقت از اونه که تنقیدتان میکنیم نباید شما بروین که گپای پست و بلند زنید، باید شما بپذیرین. بعد مردم بله شما باور میکنه. فلانی میبرد میگه برادر اصلاح شو، به احمدانی میبرد میگه که این آدم کسل است، این آدم کسل روحی است و مردم با چه ما باور کنن. بله آدمی خط درسته. آدمی که در حقیقت میخواهد که یک آزادی و آبادی شود میگه برادر گپت قبول، ما قبول داریم تنقیدی تو را، باید آدم این طور شود. حال رحمانوف از سر قدرت 33 سال بازا حکمرانی دارد. برادرای ما حال ولست چپا نکرده یک کارو یا گپایی که خیال میکنه که آنها در بر یتیم و فو رحمانوف نشسته باشن. سبحان الله. همه خیلی من فکر میکنم که خیلی تکبر هستن، خیلی گپایی که میزنن عموما درست نمیگیرد. اما عمر علی قواتوف خدا رحمت کنه یگان برادر چی نمیکرد، خفه نمیکرد، گپی پست و بلند نمیزد. کسی چیزی میگو حتی نواراش هست همون KGB و دیگر رو تهدید میکنن، بینن چه گم میزند با آنها. بله از همتان خواهش میکنم خود رو اگر مخالف امام علی رحمانوف میشمارین شما باید یک دست شویتان تا ما یک جای نشویم. مردم مظلوم تاجیک ما رو باور نمیکنند. پیش ما رو 300-400 هزار تاجیک تماشا میکرد، بازی 25-30 هزار شدگی هوای هم کی همه مهاجرو. به همه خاطر رحمانوف تنها یک دست شوند مردم تاجیک بد میرود. ما همه کسا باید یک دست شویم، ما همه کسا باید رنگی برادر شویم، ما همه کسا باید با همدیگر باوری کنیم. بعد امام علی رحمانوف میرود. امام علی رحمانوف در کرد که ما پراکنده ایم، ما بله با همدیگر نفرت داریم، ما بله در روی همدیگر برادر میگوییم، پس دیوال میریم همدیگر زنای فلان میکنیم. اینا همه این مردم میدونن. به همین خاطر این مردم ما پدشکن نمیکنن. باید این گپ و کارو همش از بین رود. باید بله ما در حقیقت مخالف و مجاهد حقیقی شویم هموطنان عزیز. بله ما یگان کس نه نفرت داریم، نه زن یگان کس به کار داریم. نه که کسی دشنام و حقارت می نویسند من جواب میگردانم، برای اینکه من وای نه دشنام کردم نه حقارت کردم. خودش پیدا شد از پشت یک رحمانوف آمد من مادرم و زنم و خواهرم و دیگرای رسید. حالا آنکه همون آدمی که من دشنام و حقارت میکند رحمانوف یک بار در از نزدیک ندیده است. بله به خاطر از پشت یک ظالم، از پشت یک دشمن ملت تاجیک بیهوده مادر و خواهر همدیگر رو دشنام و حقارت نکنیم. باید شما اصلاح شوین. شاید شما حالا یخیلت نان خوردن ندارین، فقط اینجا همین. برادر عزیز اینجا یک نفر نوشته است که 99% با این مخالفا باور ندارن. خب خوش چی گفتنی بدم؟
درباره همین دشنام و حقارت نکنه، برای اینکه ما هم مردک هستیم، اینو فراموش نکنه که ما بله خاموش نمیستیم. ما محمد اقبال نیستیم که گوییم که وای دشنام نکن و حقارت نکن. ما کانکریت نمی کسی دشنام کرد جواب میتیم. من چه با الماس آوازی دشنام نمیکنم، نه مادرش میرسم، نه زنش میرسم، نه دخترش میرسم، برای اینکه این مردک من به اون ضرر نکرده است. ضرر تنها ما با رحمانوف و اولادش کردن و همون پشتیبانی های گرد و اطرافش کردن. شما نه، شما در بدر خاک بسران نه که برامده آدم دشنام و حقارت میکنه. اونا کیف و صفا کارگاش نه، شما چل به چل و در بدر پشت یک ظالمه که حالی حتی پدرت کتیبه سلام نکرده است میبرای دشنام و حقارت و چی میکنی؟ مردک باشه رقماتون نویسه، انا بعد دشنام و حقارت آشکار رو پرو ویدیو ویزو با تماشا کنه. اونجا جای دشنام و حقارت، اونجا جای مردگری نیست که حقارت کنی اکسا کامنتاری با. جای مردگری جای دشنام رو پرو ویدیو ویزو با. آزی عصر 21 است، تمام صحبتت سخرانی میشود، نشر میکنه، من مردم بها میتن که تو چقدر قدر و قیمت داری در نزد مردم توجیه. بله به همین خاطر از همتون برادرای عزیز مخالفا خواهش میکنم که باید ما یک دست شویم، دیگر گپزنی ما باید کنار گذاریم، ما باید حرکت کنیم، باید عمل کردن در کار اکنون. اینجا حال کمبودی ها بسیار هستند. درباره برادر محیدین کبیری کمبودی ها بسیار است. اون کس نمیدونم چرا خاموشی را انتخاب کردن، صبر را انتخاب کردن، من نمیدونم. باید اون کس براین مردم را دعوت کنن، مردم در گردشان جمع شوند. وقت از آنه که رزولتات نیست این مردم باور نمیکنن. وقت از آنه که برادر محیدین کبیری میخواه یگان دستگیری پرسی یا یگان کمک پرسی با 7 تلفن پیدا میکنی. چرا محیدین کبیری واتساپ ندارن که پریامای زنگ زنی؟ بعد 7 نفر آدم زنگ ز کفت کرده کبیری میابی. چرا؟ اون که لیدر اصلا دانشی اون مردک با من گپ ندارم و مردک باید با مردمش باشد، فهمیدید؟ و خود کسی نباشد و مردک باید جواب کرد صحبت همه آدم ها. نه اینکه من چیرز عبدالله و سیف الله و حاجی میرزای دیگر محیدین کبیری یا مو از مشکلی های خودم گپ زنم. به همین خاطر باید هموطنان عزیز یک دست شویم. تنها یک دستی ما، تنها سرجمعی ما سرنگونی رحمانوف است. پراکندگی ما کیف و صفای رحمانوف است. حکومت رحمانوف ادامه میدهد. به همین خاطر از همتون خواهش میکنم که صبر بس است. باید ما یک جای شویم. باید هر مخالفی که پخش مستقیم میکند باید اونجا در آمده تمام مخالفا صحبت کنند، مردم بفهمانند که چه نقشه دارند، باید ما چه پیروز شویم، باید ما چه عملها رو پیش بریم. همه باید در آید افری همدیگر به صحبت کنند. بله منم انشالله که میبرم در برنامه برادران انشالله که صحبت میکنم. یگان مشکلی نیست. همین میخواهیم که ما را لااقل در همین شبکه‌های مجازی اگر یک جای رحمان رو ببینه این فکت 20% موفق شدن ما در همین برنامه‌های همدیگر برآمده صحبت کردن. باور کنید که میان رحمانوف همیش کنه ای چیز همین آدمایی که با چهره هستن، همین آدمایی که بگیم که میبراین مبارزه میبرن ضد رحمانوف، در برنامه همدیگر اگر ما صحبت بکنیم رحمانوف دیوانه میشه. باور کنید. بله این عزیز کسانی که ما را تماشا داره و که ما را میبینه فعال باشه در برنامه‌های ما. خب این یک باید دویم مسئله فهمون این مردم با مردمی
تاجیک همین مخالف همین اپوزیسیا چی معنی دارد؟ اپوزیسیا باید اصلاح کند بله وطنش را. حالا من نشنیدم در طول همین 10 سال 12 سال مبارزه من یگان چی نشنیدم بغیر از عمر علی قواتوف که مردم با یگان چی مخالفین وعده کرده باشند که ما اگر رحمانوف رو از بین بریم ما این خیلی خدمت میکنیم شما با من اینا المنظور نشنیدم. سلام علیکم. المنظور من همین فقط